درود بر شما. امروز در خدمت خانم کمونه هستیم مجددا و سوالاتی در رابطه با بیمه عمر ازشون میکنیم که جوابگو هستن و کمک به من و شما میکنن که ما بتونیم چجوری بیمه عمر رو داشته باشیم. درود بر شما و امیدوارم که خوب باشین. بی وقفه میخوام ازتون سوالی بکنم که ما چند نوع بیمه عمر داریم خانم کمونه؟ سلام مهرداد عزیز، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و من میخوام قبل از اینکه توضیح بدم چند نوع بیمه داریم یه کوت قشنگ من دیدم لازمه که اون رو براتون بگم. میگه که ما بیمه نمیخریم به خاطر اینکه شاید یک روزی فوت کنیم، ما بیمه میخریم به خاطر اینکه کسایی که دوستشون داریم قرار زندگی بکنن. خب برگردیم به سوال شما، چند نوع بیمه داریم؟ ما بیمه عمر در واقع دو نوع داریم، بیمه های موقت که اصطلاحاً بهشون میگن ترم و بیمه های دائمی که پرمننتن که هر کدومشون در واقع انواع اقسام خودشونو داره. یعنی ما دو نوع بیمه داریم؟ بله، به طور کلی یه دونه بیمه موقت داریم و بیمه دائمی دیگه. بله. که میتونیم داشته. حالا بفرمایید که چه لزومی هست که ما نیاز به بیمه داشته باشیم؟ حالا چه موقتش چه دائمش؟ ولی یه سوال، چرا نداشته باشیم؟ فکر نمی‌کنین که این سوال بهتری باشه؟ خب معمولا ما برای ماشینمون بیمه می‌خریم، چرا برای خودمون نخریم؟ این سوال شما جواب گفتید. آره، من فکر می‌کنم این که چرا بیمه نخریم یا بخریم سوال بهتری میتونه باشه. حالا من یه سوال دارم از شما. شما اگر توی خونه‌تون یه ماشین ATM داشته باشید و این ماشین ATM برای شما تقریبا سالی 40,000 تا 50,000 تا 100,000 تا یا شاید 200,000 تا برای شما پول چاپ میکنه، آیا این ماشین رو شما بیمهش نمیکنی؟ من علاوه بر اینکه بیمهش میکنم 2 تا از این ماشینا میخرم میذارم تو خونه که مرتب واسم پول بسازه. ولی این که شما گفتین بیمه دائم داریم و بیمه موقت داریم، این تفاوتش رو میشه به ما بگین چیه؟ حتما، ولی من هنوز کانسپت بیمه ATM رو دارم برای شما که خوشحال میشم. آره، ما مهمترین در واقع چیزی که توی خونمون داریم خودمون هستیم، مایی که در واقع داریم پول میسازیم برای خودمون و خانواده‌مون. پس بهتره که این جواب سوال شماست که چرا ما باید بیمه بخریم. ما مهمترین چیزی هستیم که در واقع باید بیمهش بکنیم و میتونم بهتون بگم که بیمه عمر رو میتونم بهتون بگم مهمترین چیزیه که همیشه ما آدما خودمون رو نادیده میگیریم. یعنی بالاترین، اگه ایثار کلمه مناسبی باشه یا از خودگذشتگی، میتونم بگم بیمه عمر بیمه هستش که سلفلس هر از همه چیزی که ما در طی زندگیمون برای خانواده‌مون میخریم هستش و خودمون رو نادیده میگیم، چرا که میخوایم کسایی که ما دوستشون داریم بعد از ما بتونن راحت زندگیشونو بکنن. کی نمیخواد که بعد از خودش خانواده‌شو در ناراحتی و عذاب ببینه؟ همه ما دوست داریم همه لابانامون در واقع در خوشی و سلامت به سر ببرن. یعنی در مجموع خب ما همه فعالیت میکنیم برای آینده فرزندانمون دیگه، حالا همسر، فرزند، هر کسی که در خانواده‌مون هست. یه سوالی برای من پیش اومد. ما فرض کنیم که ما، یعنی من مهرداد امروز اومدم رفتم یه بیمه دائم خریدم و حالا اینوستمنت هم کردم، یه منزلی تهیه کردم، یه 2 تا سرمایه گذاری دیگه کردم. آیا فقط این بیمه عمر نسبت به این هستش که از خانواده‌مون حفاظت کنه یا از اون اینوستمنت هایی که مگر میتونه خونه باشه، میتونه زمین خالی باشه، میتونه مزرعه باشه، هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم، آیا اونم ساپورت میکنه یا نه؟ درسته، خیلی سوال خوبی کردین شما. من یه توضیح راجع به بیمه عمر بدم که حالا چه ترم باشه چه در واقع دائمی باشه. این بیمه ها در واقع قراره از خانواده شما محافظت بکنه، از خانواده شما وقتی که شما نیستید، حضور ندارید، از شما و از خانواده‌تون در واقع محافظت بکنه و از اموالتون. من اینو چندین بار قید کردم که از بیمه ها از اموال ما محافظت میکنند. چطور محافظت میکنن؟ وقتی که شما بیمه میخرید، بیمه مخصوصاً بیمه های دائمی خاصیت سرمایه گذاری داره. یعنی اینها دور دای، چیزی که خیلی مهمه و همیشه قطعی اتفاق میفته مرگه. متاسفانه چیزی که ما ازش نمیتونیم، گریزناپذیره و ازش بگذریم و مرگ همیشه اتفاق میفته و بیمه عمر میتونه همیشه پی بکنه، پرداخت بشه به بدهکاری هایی که ما داریم یا ملکی که داریم و ما میخوایم این ملکمون رو خب به تبع میخوایم برای بچه هامون به ارث بذاریم.
خب بچه من وقتی که من یا همسرم فوت میکنیم، این ملک به هم بچه ما میخواد برسه، باید متاسفانه تکس پرداخت بکنه. به خاطر همین ما بیمه های عمر اینجا میاد کمک میکنه. پس بیمه عمر فقط از خانواده های ما محافظت نمیکنه، در واقع از اموال ما موقعی که ما فوت میکنیم مراقبت میکنه و اگر ما بدهکاری داشته باشیم مثل مورگیج میاد اونم کاور میکنه. در واقع یک نوع تکس شلتر هم محسوب میشه مثل RRSP، منتها RRSP لیمیتیشن وجود داره، محدودیت برش وجود داره، ولی بیمه عمر براش محدودیت وجود نداره. پس این بیمه، این فرمایش شما برمیگرده به اینکه ما فقط میتونیم روی بیمه عمر دائم این مزایا رو داشته باشیم. بیمه ترم هم داره ولی موقته دیگه، مثل اجاره خونه میمونه. بیمه ترم یعنی در واقع شما رنت میکنین بیمه رو، این پروداکت رو، ولی بیمه دائمی در واقع شما اونش میکنین، مالکیت اون بیمه. یعنی در اصل میریم لیزش میکنیم. دقیقاً مثل رنت خونه، مثل اجاره خونه میمونه که خونه دائمی شما. پس ما باید سعی بکنیم خدمتون برسیم، یه بیمه عمر بخریم و با بیمه عمرمون خانوادهمون و اموالمون رو ساپورت بکنیم. دوستان عزیز، من فکر میکنم برای توضیحات بیشتر باز مجدد باید به وبسایت ایشون مراجعه بکنیم و قرار ملاقاتی بذاریم، اپوینتمنتی از ایشون بگیم که حضوراً یا به صورت آنلاین یا تلفنی خدمتشون برسیم و سوالاتمون رو مطرح بکنیم و امید اینو داشته باشیم که با مشاوره ایشون یه بیمه عمر دائم که هم از خود ما و هم از اموالمون برای خانوادهمون محافظت بکنه خریداری بکنیم. شما رو به خداوند منان میسپارم با امید دیدار. ممنون. خدا نگهدارت.